خدای بزرگ هیچ کارش به حکمت نیست. نه که همین حالتهای شبه که بعضا میشوه متاسفانه، خاصتا در این عصر 21 یگان زنی بدرفتار بدکردار اینا دور از دیار استی سویدن یا ناز نچتر میکنه دیگه واقعا هم شهوت بسیار بلنده، خوفی اون است که خود کنترل کردن نمیتونی. اگر به خاطری در آن همین فتنه و در زنا گرفتار نشدن همینجا اگر به شرطی که استمنا کنی شریعت نمیره رخصت داده است فقط برای پیشگیری از زنا. استمنا یعنی که بد است حجت خطب روی آخه برای او کار شرط نیست که تو بگویی که زن اختلیش کن خامت پریگندم نخواهی قدر دیگه به غیرت و به همت شده باشه که او یک مسافر گفت که من او را برهنش نکنم حواسم نمیآید و چوی و شوخی از برای خدا این خمدت ندیده حجت به این نیست. الان استمنا فقط در همین حالت درست میشه بود، در حالتی که یک آدم فرزند نداره به خاطر فهمیدن که مثلا چی کمبودی است که فرزند نمیشه و دختر که رفتی در همون جلال میفرماد که استمنا که همون سپرم را بسنجیم که مجروی زندهش آیا به قدری لازمی هستند یا نیستند. در دیگر حالت ها با همین استمنا را هم حرام درست نیست، به خاطر لذت کیف صفا باشه درست نیست. حضرت گفت 7 طایفه هستند که خداوند متعال بر اونها نظری رحمت نمی اندازه. یکیش همین ناکحلیت است، همین شخصی که به دست خودش مراد خچه حاصل میکنه. فقط در حالت ضرورت برای پیشگیری از اینا همین کار امکان داره. میگه برادرای عزیز همین شما گمان نکنید که در این تلفن چیزی من میگم فقط در پیش خودم میمونه. همه همون مقصد همون حتی فرمایی که تلفن میبرن کو همونو با خودشو ارخیو دارن. گوگل همه کارا چیز گوگل میکنی و تمام این گوگل و واتساپ خاک بلا همه یو با خودشو الان تاری ارخیو دارن، در همون ارخیو میمونن. خداوند حفظتون کنه و پروردگار جوانای ما را از فسق فساد و حرام زنا نگاه. ایز ابن عبدالسلام علیه رحمه همین شخص در مصر قاضی بوده است. یک قرار نزدش میونن از دستی نایب سلطان مصر امضا نمیکنه. میگه این نایب سلطان حقوقی خیلی رسپریجینیو نداره، این غلامه، این مال بیت المال، این حق نداره که مقصد که مال مسلمان ها با دست درازی کنه و با تقسیمش کنه. بعد گفتن تو دیوانه چی است نایب سلطانه این کلت همه برای قوت همه کنه همه خیلی سیاست کردن. گفت آنا این دلیل شده نمیده. غلامه حقیقتا در دولت ایوبی ها ایام زمان بعد صلاح الدین ایوبی اینا فرزنداشو نبیروهاشو غلامای ترک همه خریدن ای بزرگ میبردن سرباز میکردن، همین فقط فن حربی و مشق میکردن، در جنگو استفاده شده بودن. اویسته همه عنوان میگرفتن، افیسر میشیدن، گنرال میشیدن به قول امروزا. حتی یک نفرش نایب سلطان شده جانشین سلطان. گفت این مالی بیت المال است. سخن با همون شخص رسید، رفت در نزد سلطان شکایت کرد که این دیوانه شده منم خیلی میفرسته. سلطان میگه همون شب روزا اشرف بود دعوتش میکنه، میگه که این کار نکرد او را من خودم آزاد کردگی. میگه تو حق آزاد کردن او را نداری، او مالی تو نیست، او مالی بیت المال است، مالی آبشیه مقصد مسلمان ها، تو را حق آزاد کنی نداری. بعد گفتی تا چی لگری آزاد میکنن؟ ایرا گو باید بازار برن سودا دامونن غلامه. اگر ما بودو کسی خریدش آزادش کرد با آزاد میشه. این کار نمیتونه جدیتش در میاد. تو در سودا نموننش آزاد نمیشه، برای که مالی بیت المال است، هیچ حقی تصرف ایرا نداره. اون مرده که قطعی بود 10-15 نفر ما گلاورو و کلو حتی دبایشون هم ظاهری بیبرس هم بدست. ظاهری بیبرس بعدا یک چند سال پس سلطان مصر شد، 23 سال سلطانی کردگی. یکی از بقوترین پادشاهای زمان بود در معاصر زمان. آدمی که کمری مغولا را حتی شکست، مغولا را نگذاشت که شما ضبط کنند. آن همین آدم هم بازار بروردن سودا کردن، بعد مقصد که خریدن یورا و پادشاه خریدن میشه با بقیه‌اش آزاد شد. یعنی بیت المال اینطوری مال شخصی هیچ کاری نیست که از او زکات داده شد. پنسر هم داخل میشه حضرت؟ پنسر هم در بیت المال. بله.
حضرت عمر حسابی بیت المال همین شاید در تاریخ باری اول پنسیون مسلمانان کرده باشند. حضرت عمر کرده تشکیل کرد، مخصوص سپیسکا کرد تمامی آدمایی که مستحق هستند که نامنویس شدن از حساب بیت المال مبلغشون میداد به کم و کاست. خیلی اگرستون میتونم زیاد چی نداشت حرام میشیدن هم پنسیه را چه زیاد میگیره کریز میکنم مقصد میگم آدمی که مستحق نیست زیاد میگیره البته حرام حرام با اون شیریز کنی اما حقی مردم هم میگیره درست نیست. زراتشت راش ترجمهش کنیم صاحب اشتر میشه. انا مقصد که اومد دعوی پیغمبری کرد و من از جانب خداوند پیغمبر هستم. همین دین بالای مردم تحمیل کرد و آهسته آهسته هم پهن انتشار یافت. مقصد که همین دعوت اومد است. حضرت عبدالله ابن عباس شاه مفسرای قرآن گفته است کان اهل فارس لما مات نبیهم کتب علیهم الابلیس المجوسیت. اهل فارس وقتی که میگه پیغمبرها مردن عصرشون طولانی شده گذشت با مرور زمان وقتی که فراموش شد شیطان توسط همین زردوشت میگه جا به دست نزدش میبرنش میگه این کردا عادت شو همین برگی تاک خوریه همین برگی تاک خوردن اصلا همین عادت همین کردا های حال ارمنیا یک خوراک دارن که دلما همین دلما را همین کردا به فکر گرفتگی است همین خوراک ملی شونایده به این کردا را همون برگی تاک هر چیزی که به همین تاک وابستگی دارن از بس که گفتی همین برگی تاک میخوره و عادت شمی هست این مردم کردا ای اگر تا سحر از زنده مونه من تعجب میکنم با یک لقمه افتاد شد در روده پیچ همه عمری نادان بروید به هیچ اگر به شرط همین یک لقمه نجوب روا خلاص وقتی دیگه زندگی یک دم نمیپویا آدم دم میگن درم یک لحظه جانت ببروید. حضرت میگه قضا رو طبیب اندر آن شب بیمرد 40 سال از این رفته زنده است. قدرت پروردگار میگه طبیب همون شب مرد 40 سال گذشته است این کردالی را گشته باقی مرگ حیات در دست پروردگار است و ما تدری نفس ما دا تکسب غدا کسی نمیدونه که پگه به او چی واقعه رخ میده و ما تدری نفس به ای ارض تموت هیچ کس نمیدونه که در کدام زمین در چه حال در چه وضعیت میمونه. ولی این مرد قدری خدا ای واقعی که ساعت شما دیگه خداوند با کسی مشورت نمیکنه با کسل بینونی میکشم یا مثلا در صدمات نقلیاتی میغلطی میبری یا که مقصد که یکون سبب دیگه میشود اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون همون وقت ساعت اجل اومد دیگه با انسان یکون لحظه دیگه اجازه داده نمیشه واقعا یک طرفت العین دیگه رخصتت نمیتن. اگه خشاب حال کسی که وقتی رفت تیار است آمادگی داره کلواری سفرش همراهش است با خدا قسم این آدما با خشنودی و خرسندی میروند دیگه در قلب ارمان ندارن. وای وای به حال کسی که تنبلی میکنه کاری امروزه را به فردا میگذاره چیزی را که امروز انجام دادنش امکان داره ترکش میکنه که خیلی پگه درهای جنت وا بود امروز از بی‌دماغی گفتیم فردا. خدای تعالی درهای جنت هم میگه برامون باز کرده است تمام شرایط امکانیت برامون فراهم آورده است از روی تنبلی و از روی بخشی به فردا و فردا دیگه انت موقوفش میگذاریم. این کار اصلا از روی خیرات نیست از روی عقل نیست. حیات به نهایت مهم لازم است. دنیا زمین کشت آخرت است مزرعه آخرت است. جو کاریدی جو میگیری گندم کاریدی گندم میگیری اگر خور کاریدی خور میگیری. عجیبش همی است که بعدی از دنیا رفتن تم اگر عمل خیر نکرد مونده باشه نوم تا به نیکی یاد میگیرن به خیر یادت میکنن میگه اگر به شرطی که کروی ناخوش ناخوبت مونده باشه همین به یاد کسی راستی لعنت میکنن و لعنت یادت میکنن. اگر لعنت هم که نگه اصلا در اسلام لعنت گفتن مرده ها را مقصد که سخنهای قبیح گفتن خوب نیست برای که جواب سوالشون کردیم اما به هر وجه میگن که آدمی خوب نبود خود جوان مردی نداشت سعی کردن در کار که همین دنیا کیروی نداره آخی. شیخ حکیم فردوسی میگه بیا تا جهان را به بد نسپاریم
با کوشش همه دست نیکی بریم، نماند بجز نیک بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. غیر همین نیکی و بدی انسان چیز باقی نمیمونه. شخصی عاقل شخصی را میگن که از اون نیکی و خیر یاد بگیره.